از جمله ایمان و شاخه مهمی از ایمان این هست که انسان از رحمت الله ناامید نشه. بسیار بسیار مهم هست. الله سبحانه و تعالی فرمود: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای بندگان من که در گناه اسراف کردید، از حد گذراندید، از رحمت الله ناامید نشید. ناامید شدن از رحمت الله مورد پذیرش نیست. چقدر زیبا شاعر می‌فرماید: بازا بازا هر که هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، گر 100 بار توبه شکستی بازا. توبه رو شکستی، سال قبل توبه کردی، باز خطا رو مرتکب شدی، توبه شکستی. درگه الله درگه نومیدی نیست، گر 100 بار توبه شکستی